اینجا درود بر شما. خیلی خوشحالم که امشب بعد از سالها هموطنان عزیزم رو میبینم. من 10 سال شما رو ندیدم. من امشب که اینجا هستم از آقای احمد مسعود تشکر میکنم برای 50 سال حمایت از ما هنرمندان، از ما خانه هنر رو ساختن برای ما هنرمندان که اینجا برای شما عزیزان، برای شما هموطنان عزیزان تنها نباشید در غربت. من واقعا عاشق ایرانم. دلم میخواد حتی یک روز، حالا فکر کن، یه روز نه، یه هفته اقلا قبل از موندنم در ایران باشم و ایران عزیزم رو ببینم. چی میگی؟ گفتم تا یه سال، تا یه بله، اونم باید قبول دارم. و به بچه‌های عزیزم، من خوشبخت‌ترین مادرم چون هزار فرزند دارم. میلیون ها من فرزند دارم. من آرزو دارم زنده باشم و به اون خاک مقدس بوسه بزنم. خیلی من واقعا ایرانو، من عاشق ایرانم. برای خاکم این قربانیم. آقای احمد عبدالله ازش تشکر میکنم. واقعا خیلی زحمت ما را کشیدم. واقعا من هیچ وقت فراموش نمیکنم این حمایت آقای مسعود از ما هنرمندان و واقعا واجب بود که امشب من با وجود اینکه هیچ جا شرکت نمیکنم اینجا شرکت کردم و شماها رو دوست دارم. بوی ایران رو میبینم، بوی ایران رو میشنم. شماها رو که میبینم همه تون عاشقانه دوست دارم. عاشقتونم، دوست